خب حالا میخوایم ما یک عملیات جوشکاری رو باتری رو انجام بدیم. برای جوشکاری خب نیاز به نوار نیکل هست. الان این ملاحظه میکنید نوار نیکلی که دست من هست یه نوار نیکلی هست که شما وقتی من بد میکنم یه حالت انعطاف پذیری رو داره. اما ما تو بازار ممکنه ببینیم که از فویل نیکل رو هم استفاده میکنن و خب این قابلیت انعطاف رو نخواهد داشت. نوار نیکلی خوبه که این قابلیت انعطاف رو داشته باشه. البته ضخامت‌های مختلفی از نوار نیکل رو ما حالا برای کار ولوم زمان هم نکته‌ای که مهمه این ولوم زمان در مورد زمان جوش دادن هست، یعنی اون میزانی که میخواد جوش انجام بشه چقدر باشه. خب برای باتری‌های سکه‌ای کوچیک، چون باتری کوچیک هستن، اگه این زمان بخواد زیاد باشه به خود باتری میتونه اثر منفی بذاره. برای همین ما باید این زمان رو کم بکنیم. باتری که بزرگتر میشه مثلا این باتری 18650 که الان ملاحظه کردید میتونه این زمان افزایش پیدا بکنه. ولوم زمان در اصل کارکردش برای این هستش که ما بتونیم باتری های کوچیک رو هم بزنیم و باتری های بزرگ رو هم بزنیم. خب ما برای شروع کار دکمه آن دستگاه رو میزنیم، ولوم رو هم تنظیم میکنیم. من برام ولوم 1 کافی هستش. معمولا 1 و 2 کافی هست. 3 و 4 برای حالت‌هایی هستش که ما چند تا نوار رو هم دیگه می‌خوایم بذاریم. برای سری موازی کردن‌ها و جانکشن‌های مختلف می‌خوایم چند تا نوار رو با هم دیگه جوش بدیم در آن واحد. خب اونجا نیاز به قدرت بیشتری هستش. بعد نوار رو اون سمتی که مد نظرم هست برای جوشکاری از باتری قرار میدیم. به همین سادگی میبریم زیر قسمت الکترودها و فک رو به سمت بالا فشار میدیم. من 2 بار جوش انجام دادم، به همین سادگی انجام شد. جوشی خوب هستش که من نتونم بکنم، هرچی الان زور میزنم جوش کنده نمیشه. معمولا 2 بار هم عملیات جوش رو انجام میدن که اون نقطه اتصال بهتر باشه و جوش محکمتری داشته باشه. الان الکترودها تا 1000 بار جوش رو راحت انجام میدن. بعد از اون ممکنه نیاز باشه که ما یکم تمیزکاری، سنباده کاری اینها رو روش انجام بدیم تا دوباره الکترودها کاملا مثل روز اولش بتونن جوش رو انجام بدن، محل جوش تمیز باشه. در عین حال به همین صورت ما میتونیم پک‌های مختلفی رو ایجاد کنیم، سری، موازی، پک‌های چندتایی و یک سیستم باتری خیلی خوب رو داشته باشیم.